پل صراط چه قسم است؟ اینجا میدان حشر است، اینجا جنت است. تو که توحید آمی بر موحدین است، پل صراط بر کافران نیست، بر مسلمانای موحد است. کافر خزم دروازه داخل دوزخ میشه. از این سر پل صراط کی تیر میشه؟ نبیین، صدیقین، شهدا، اولیاء الله، مسلمان ها. یا از سر پل برشون میگه شما از این پل برین به جنت. خب خود دوزخ است، از سر بام دوزخ. فهمیدین؟ تو میری راستن به کجا؟ به جنت. اینال از این پل وقتی که حرکت میکنی دمی سر پل که برسی دروازه اول ثابت میکنه. تو موحد بودی میگی بله، کلمه خواندی بله. چند تا نماز قرضدار استی؟ حالا دفتر اعمالشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. سابق موبایل نبود یا کامپیوتر نبود که برشان نشان میداد. ما به شما خب میفهمیم که اگه 10 سال پیشم در عروسی رقصیده باشی حالا فیلم تا برات پلی میکنه. سیزنه ایناله فمن یعمل مثقال ذره بهش میگه ای مثلا که وقت نماز است تو چی میکنی؟ قصه میکردی. چرا عزیز جان؟ چرا استاد دایی دوادی نماز دیگر کل مسلمان ها نماز میخوادن تو قرار در قصه مصروف بودی؟ حالا اشتباه شد. خلاص استاد باش بندازی نمی 4 رکعت نماز دیگر که از پیشت رفته سیست نه؟ دی پل صراط چی کو؟ اینال در پل صراط که 1 ثانیه استاد شوی قفای پای در میگیره، مغز سر در جوش می خود به خود سقوط میگیری راتش دوزخ. از این خاطر به جنت که هست هر کسی که با لا اله الا اللهش خراب نشده باشه. اگر این افکاری که متاثر بود خب وقت از دروازه که دوزخ رفتن، اما اگر از این نجات پیدا کردی در پل صراط از پیش تو پرسان میشه اونجا. از این خاطر یک کسی در 1 دقیقه به جنت میره، یک کسی در 10,000 سال بعد. یک وقت میگه که توتگک زغال از پیش جور شدن، اما تو روان است. کجا میری زغال جان؟ میگه حالا 70 در گرفتم، 70 در گرفتم، 70 در گرفتم، زغال گشتم. الله حفظ کنه، بسیار سخت است. باز میگه اینجا که آمد باز دان دروازه جنت باز سرش آب میپرتن میشوین، باز پسی آدم سیایش گم میشه. باز برش میگه سلام علیکم طبتم، آل پاک شدین. پاکی چی قسم میشه؟ یا در دنیا با توبه خدا پاک میکنی، از اعمال گناه توبه میکنی و اعمال نیک میکنی پاک میشه گناهت، یا در دنیا مریض میشی با مرض پاک میشی، یا در زندان میری از اون طریق پاک میشی، یا مقام شهادت حاصل میکنی گناهت پاک میشه، یا اگه در این چیزا برابر نشدی در قبر خوب زدن میخوری، قبر غیر راست که چپت خوب اما تو میچسبه پاک میشی. اگه باز اونجا پاک نشی در میدان حشر 50,000 سال در میدان حشر که ماندی اونجا گناهت پاک میشه، عذابا رو میبینی. و اگر اونجا نشی در پل صراط وقتی که خوب پاک شدی رفتی دیگه گناه نمان، باز جنت که از جای انسانهای پاک است. باز میگه سلام علیکم طبتم، سلام بر شما، شما پاک شدین، فادخلوها